او مجبور است دیگر در سر قدرت بماند. چرا؟ برای آنکه آماده کرد، پسرش را آماده کرده ایستاده است و اصلا تمام قدرت رو در دست خانواده جمع کرد که اگر این فرد هم قرار قبول کند که برود و اجرا کننده وظیفه پسرش را ماند، هیچ کس مانع شده نمیتواند. این افسانه هست که بعضی ها میگن پوتین اجازت نمیدهد، رهبری چین اجازت نداده ایستاده است. نه، اینا همه افسانه اند. اگر رحمان بخواهد فردا میرود. مگر بردی محمدوف رفت پوتین با او اجازت نداد؟ نه، فرزندش رو آورد مون دیگر. یا اینکه نظربایف رفت پوتین یا اون کسی دیگر اجازت نداد، سپر قدرت رو رفت. رحمان هم راحت میتواند این کار کند، کسی مانع نمیشود. اما چرا رحمان نمیکند؟ برای اینکه امام رحمان فرزندانش رو از ما و شما بهتر میشناسد، میداند. او از آن نگران هست که دو تا نگرانی دارد. یکی اینکه هیچ کدام از فرزندانش از آن جمله رستم امام علی هم قدرتی مدیریت اون بحران هایی که در تاجیکستان هست و پدرش به وجود آورده است اونها را، این قدرت رو ندارد، نمیتواند. رحمان با اون تجربه و با اون خریزما و با اون واقعا زیرکی که دارد، این رو باید اعتراف کرد. امام رحمان دارای یک زیرکی های خاص هست که در تقریبا در یگان رهبری کشورهای منطقه نیست و با این امکانیت ها میتواند حتی در بدترین حالتی که تاجیکستان از لحاظ اقتصادی اجتماعی قرار دارد و از لحاظ سیاست های منطقوی هم، شما اخیراً این رسواگی که کرد دیدید با طالبان که آمد چقدر با پافوس و واهمه حرفای زد و گپای گفت زیدی طالبان و وعده های داد به تاجیکان افغانستان، به جبهه مقاومت ملی افغانستان و بعدا آمد به زمین نشست با یک جایش و وزیر امنیت خودش را حتی به کابل فرستاد برای زارا و توالا که خب دیگر حالا شاید بخشیش هم پرسیده باشند که دیگر همین شدگی شد و مجبور است که دیگر جبهه مقاومت ملی رو احمد مسعود از تاجیکستان یا بیرون کند یا فعالیتش رو محدود کند. خب پس این یک بحران است، این یک ناتوانی است در سیاست. اما با وجود این همه هنوز هم در قدرت است و میداند که احتمال دارد که پسرش مدیریت این همه بحران ها رو نداشته باشد.